امت اسلامی، ما جامعه بشری امروز مشکلاتی داریم. بعضی از این مشکلات به نظر غیر قابل حل میرسه. نه، حلش همینه: و من یتوکل علی الله فهو حسبه. توکل به خدا کنیم با این دو شرط: اولا یقین داشته باشیم، اعتماد داشته باشیم که خدای متعال اگر وارد میدان شدیم ما رو کمک خواهد کرد. ثانیاً وارد میدان بشیم، فاذا دخلتموه فانکم غالبون. به اصحاب موسی خدای متعال فرمود باید برید توی این شهر، اگر وارد شدید فانکم غالبون. اما وارد نشدن، غالبا پیدا نکردن. اگر اون بخشی که بابت شماست، اون بخش شما انجام دادید، مطمئناً به اون نتیجه خواهید رسید. به خدای متعال اون وعده رو عمل